دکتر سه پیمان، تشکر از اینکه فرصت مصاحبه رو دادین. در قسمت از اینکه چند مدتی میشه همکارای ما دولتسولی دولتیار فعالیت دارن، میشه شما بگین برای ما آمار بتین که چقدر کار همکارا مؤثر بوده و آیا تأثیری بر تارگت شما و تأثیری بر مراجعه هم مردم نسبت به چند ماه گذشته به مرکز صحی داشته یا خیر؟ به نام خداوند یکتا، محمد پیمان هستم، معاون کلینیک CHC دولتیار. بله، به این مدتی که همکاران را در ولسوالی دولتیار فعالیت داشتند، ما در بخش‌هایی که در کلینیک موجوده، در بخش ولادی، در بخش واکسین، در بخش تغذیه، مثلا یک مثال میتونم در بخش واکسین TT در ماه گذشته ما 265 نفر داشتیم، ولی در این ماه 273 شده، چون آمار ما بلند رفته، خیلی خوب شده. دیگه در بخش ولادی در ماه گذشته ما 18 یا 15 نفر داشتیم، در این ماه 20 نفر 22 نفر شده. خیلی یک آمار چشمگیر، خیلی یک پیشرفت خوبی صورت گرفته در این کلینیک دولتیار. دیگه ما از همکارای ما خیلی زیاد تشکر میکنیم که به جهت آگاهی مردم و که به کلینیک مراجعه میکنن از بخش سیاحت، از بخش واکسین، از بخش ولادت مستفید میشن. خیلی زیاد تشکر میکنیم از همکاران ما. چون نفوس دولتیار خیلی زیاده، قریه‌های دوردست دارن، خواهش ما از دفتر محترم یونیسفی هست که اگه CHC پلاس شو بهتره، چون قریجات دوردستی هسته. CHC پلاس شو بهتره، در اینجا عملیات صورت بگیره، سزارین صورت بگیره. دیگه زمستان میشه، دیگه راه مواصلاتی ما بند میشه، برف زیاده، راه خامه، رسیدگی نمیتونن به مرکز بینن، بعد CHC پلاس شه. و دیگه فعلا مشکلاتی که ما داریم، اتاق نداریم. شما میال ببینین قابلای ما اتاق نوکریولی ندارن، جایش خیلی تنگ هسته. دیگه جایی وقتی که نماز میخوانن، وقتی که نان میخورن، اصلا جایی ندارن. خیلی مشکل مواجه هستیم. تشکر دکتر صاحب، سلامتی شما.